این هفته خبر تو خبر داره براتون از وضعیت قاراشپیش نظام ولایت و تصویب سرپایی کلیات طرح صیانت از عمامه عظما. 18 تا رای مثبت دوباره شمردیم. یه صلوات ختم می‌کنیم. البته همه یادشون هست که استارت این طرح رو خود عظما زد. همه دنیا، همه کشورهای دنیا رو فضای مجازی خودشون دارن اعمال مدیریت میکنن. ما افتخار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی رو ول کردیم. این افتخار نداره. عظما میخواد دو شاخه بدبختیاش رو توی یه پریزی بکنه و از دست بحراناش خلاص بشه، اما همینطوری به بحراناش اضافه میشه. تو بحبوحه جنگولک بازی عظما سر طرح صیانت بود که یه عده این فیلم تبلیغاتی رئیسی رو هم رو کردن. الان شرایط فضای مجازی اون شده در واقع ابزار کار مردم روی این کار دارن در واقع درآمد کسب میکنن. کسی میاد محل درآمد مردم رو تعطیل کنه. دخترای من خیلی وقتا خریداشون از طریق این سیستم انجام میدن. خودشون میگن هم ما راحت تریم و خیلی وقتا ارزون تره، راحت هم میتونم به کالای مناسب دست پیدا کنم. من توی اینستاگرام صفحه دارم و تقریبا هر شب کامنت ها رو من نگاه میکنم. بزبز قندی هم دنبال این بود که فضای مجازی رو عمامه پیش کنه، اما به جایی نرسید. این فضای مجازی دشمن ازش استفاده میکنه، چرا شما استفاده نمیکنید؟ ما بعضی مسئولین، بعضیشون هستن نه از خدا میترسن، نه از قانون، نه از هیچ کس، شیر تو شیر. ولی اگر ببینید تو فضای مجازی اسمشو آوردی 4 دست و پا میرو من کار حل میکنم. اگر به حرف نکردن گفتی آقا تو مسئول این کاری، چرا کمک نمیکنی، چرا مشکل حل نمیکنی، سریع گزارش کار رو بفرستین تو فضای مجازی. اینا از فضای مجازی بیشتر از خدا میترسن. خلاصه این که همه این دست و پا زدن ها به خاطر ترسشون از فضای مجازیه. خرچنگ ولایت هم که اینجور موقعها خورناس میکشید و هارت و پورت میکرد، این بار به دست و پا افتاد و شروع کرد به ماله کشی. این از طرحی که هنوز نه به باره نه به داره، تازه داره بحث میشه. چرا حتاکانه صحبت کنیم؟ چرا با عصبانیت صحبت کنیم؟ این بگه خیانته، اون بگه خباثته، این بگه تجمع. عزیز من هنوز کار به جایی نرسیده که. از روی این واکنش ها میشه فهمید که عظما از سر رفتن اعتراضات بدجوری به دست و پا افتاده. این روزا عظما تبدیل به سیفلی شده که هر تیری از هر سمتی میاد یه راست میخوره به ملاجش. اینقدر برای اثبات حرفامون از مقام معظم رهبری خرج نکنیم. نحن ابناء الدلیل. ما چرا سر هر چیزی همه میریم کنار، همه خودمونو میکشیم کنار که تیر به امام مسلمین بخوره؟ بسیجی‌ها برای اینکه اوضاع درب و داغون عظما رو سامون بدن از این کلیپ‌های مسخره براش درست کردن که بیشتر مایه مضحکه شد. دیدی میلرزه دلم وقتی به من زل میزنی، چه قشنگ از ته چشمات به دلم گل میزنی، هر کی اومد پشت سرت. اما این دست و پا زدن ها به جایی نمیرسه. این روزا عظما مخاطب یه چنین پیام هاییه. تو یه آخوند روزه خونی، تو کسی بوده که تو مشهد روزه یه تومنی میخونده، به پای وقت خودت رو گم کرده، چه خبره؟ تو همون خامنه ای هستی. ببین امروز هنوز طولی نکشیده دارن شما رو تو سوئد محاکمه میکنند. این محاکمه نوری نیست، این محاکمه یه نظام جمهوری اسلامیه.
تو اینا باید بدونی محاکمه خمینیه، محاکمه جنایت هایی است که شما کردید. اینطوری نیست که آخوند رئیسی فقط دنبال نهار باشه. میونه رئیس جمهور مشنگ خامنه‌ای با شام هم بد نیست. دست ما درد نکنه، ما به سهم خودمون به عنوان یک کاندیدا از زحمات جناب عالی و همه عوامل تحت امر تشکر می‌کنیم. زحمت کشیدید، ان شاءالله موفق باشید. ان شاءالله. توفیق از خداست. شام ظاهراً بعید بدید ها. خلاص. حالا بشنوید از بحران حذف ارز ترجیحی و کارشناسای مشنگ نظام که میگن عظما بین بد و بدتر گیر کرده و این جنازه رو نمیشه جراحی کرد. ما بین دو راه بد و بدتر باید یکی رو انتخاب کنیم. اون بالاخره این نطفه ارز 4200 از زمانی که بسته شده متاسفانه آفات زیادی داشته. الان هم که میخوایم این رو بالاخره یه طوری تمامش کنیم قطعا این تبعات منفی داره، اما بین بد و بدتر قطعا ما باید مسیر بد رو انتخاب کنیم. در شرایطی که واقعا یک بیماری شرایط ایدئال نداره هرگز دست به جراحی نمیزنند چون تبعات سنگین‌تری رو داره. عظما خیز برداشته بود امسال رو به سال مانزدایی از تولید تبدیل کنه، اما چنین بلایی سرش اومد. این بحثای اقتصادی توی نظام ولایت شبیه عیبیابی این تعمیرکار میمونه. میخواد تشخیص بده که این ماشین تصادفیه یا نه. دوستانی که میخوان ماشین بخرن اما نمیدونن که ماشین قبلا تصادف کرده یا نه، دوستان از فاصله بین این شیار تا لاستیک متوجه میشید که ماشین قبلا به جای خورده یا نخورده. حالا این شما و این تازه ترین محصول اقتصاد مقاومتی، موتور گازسوز. الرحمن الرحیم. این آقایی که میبینید اختراع کرده که با پیکنیک به جای بنزین موتور گاز مصرف میکنه. دو تا چیز داره. چرا؟ ارتش بره بخاریه، ارتش بره کاربراتور. این میره بره کاربراتور، اینا میره بره بخاری. بخاریش کو؟ بالا. بخاریش به 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 عجب حرارتی هم داره بخاری باشه. خیلی عالیه، خیلی عالیه. یه پیکنیک چند روز میره؟ 2 هفته میره. 2 هفته که هر روز سوارشی خیلی مصرفش پایینه. ماشاءالله. آخونده مشنگ یه مسابقه 2 نمیتونن ترتیب بدن، بعد دنبال مدیریت جهانن. برو ماشاءالله داشتو این یکی هم وسط این مصیبت‌های عظما اومده توی تیویریش کلاس جن شناسی گذاشته. از لحاظ علمی هم مشکل نداره، ما جن رو خوب بشناسیم. اگر جن رو مادی بدونیم که ما مادی میدونیم و اگر بدونیم که جن قدرت تمثل داره و میتونه متمثل بشه به شکل انسان، خب ازدواج هم باش ممکنه و فرزندی هم ممکنه متولد بشه. امکانش هست. بله. مشنگستان این هفته رو با سوتی این مجری تیویریش به پایان میبریم که میخواد بدونه بچه 7 ماهه چند سالشه. من پسر 7 ماهم. ای جانم پسر 7 ماهه داری، چند سالشه؟ 7 ماهشه. 7 ماهه چند سالشه؟ سکانس آخر این هفته کاملا بدون شرحه، فقط تا آخرش ببینید. Yeah.